سلام. فرارسیدن سال 1394 رو بهتون تبریک میگم و براتون آرزوی سالی پر از شادی، نشاط و سلامت داریم. من از جانب خودم به شما بینندگان محترم سال نو رو تبریک میگم. خب امروز میخوایم راجع به ورود به کشور کانادا به عنوان یک ایمیگرنت صحبت بکنیم و ببینیم که به چه مدارکی و چه اطلاعاتی احتیاج داریم که وقتی وارد فرودگاه پیرسون تورنتو میشیم بتونیم اونها رو در اختیار افسر ایمیگریشن تورنتو قرار بدیم. خب مثل از سفر به هر کشور دیگه‌ای یه سری مدارک ضروری باید همراهتون باشه. این مدارک شامل برگاه‌های ایمیگریشن به کانادا میشه که خب مشخصا توی اون ثابت میکنه که به عنوان ایمیگرنت دارید وارد کشور کانادا میشید. مشخصا باید پاسپورتتون همراهتون باشه، پاسپورت شما و یا هر کس دیگه‌ای که داره با همراه شما مسافرت میکنه و 2 کپی از اجناس و چیزایی که دارید با خودتون همزمان با ورود خودتون به کشور کانادا با خودتون وارد این کشور میکنید. این شامل پول و تمام اشیایی که با خودتون وارد میکنید میشه. 2 کپی دیگه هم از اجناسی لازم دارید که بعد از ورود شما به کشور کانادا قراره حالا به صورت هوایی، دریایی و یا به هر شکل دیگه‌ای وارد کشور کانادا بشن. بعد از ورودتون به کانادا در پاسپورت چک جاییه که شما باید به آفیسر فرودگاه توضیح بدین که برای به عنوان نیوکامر وارد کانادا شدین و مدارکی که ازتون خواهند خواست پاسپورتتون، فرمی که داخل هواپیما پر کردین رو درخواست میکنن و چک میکنن ویزا و پاستون. خیلی باید دقت کنید که یکی از مهمترین چیزهایی که برای دولت کانادا مهمه اینه که اگر مبلغی بالاتر از $10,000 کانادایی دارید وارد این کشور میکنید حتما باید به اطلاع افسر ایمیگریشن برسونید. حالا این مبلغ میتونه به عنوان به صورت نقدی باشه یا میتونه به شکل استاک باشه و یا اینکه به شکل چک رمزار باشه که وارد کشور میکنید. در هر صورت این مبلغ اضافه را باید حتما به اطلاع افسر ایمیگریشن برسونید. البته خیلی مواقع پیش اومده که افسر ایمیگریشن مبلغی که شما با خودتون آوردین رو شاید نشمرن و شاید هم بشمرن، اما در خیلی از مواقع نمیشمرن. شما وقتی که توی هواپیما هستید به شما یه دونه برگه داده میشه که توی این برگه باید مشخص بکنید که چه چیزایی رو دارید با خودتون میارید و یه فرصت دیگه به شما داده میشه که توی اون مشخص بکنید که آیا دارید مبلغی رو بیشتر از $10,000 وارد کشور کانادا میکنید یا نه. توی این برگه خب شما باید بنویسید که آیا مواد غذایی، هر نوع گیاه و یا لبنیات و یا هر چیز دیگه‌ای که ممکنه همراهتون باشه رو باید مشخص بکنید و توی این برگه بنویسید. هنگام ورود به فرودگاه پیرسون شما به احتمال بسیار زیاد با 2 تا اینترویو مواجه خواهید شد. اینترویو اول افسر ایمیگریشن به شما ورود به کاناداتون تبریک میگه و از شما درباره مدارک سفرتون سوال میکنه. پاسپورت، برگه‌های ایمیگریشن، یه سری سوالات از شما میکنه که بهتره که جواب این سوالات رو قبل از اینکه با افسر روبرو بشید داشته باشید. این سوالا میتونه شامل موارد زیر بشه. آیا به همراه خانواده دارید سفر میکنید یا به صورت تنهایی؟ آیا تا حالا توی کشوری که قبل از ورود به کانادا زندگی کردید جرمی رو انجام دادید و یا مرتکب هیچ خطایی شدید یا که خیر؟ چه مدت قصد دارید که توی کانادا زندگی بکنید و قرار اینجا به عنوان ایمیگرنت زندگی بکنید یا به عنوان سفر وارد این کشور شدید؟ و سوال دیگه که از شما میشه اینه که آیا قبلا وارد کانادا شدید؟ اگر شدید چرا این کشور رو ترک کردید؟ آیا مجبور بودید کشور رو ترک کنید یا اینکه دلایل دیگه‌ای داره که اون رو برای افسر ایمیگریشن حتما توضیح بدید. اینترویو دوم شما شامل یه سری چیزای عمیق‌تری میشه که از شما سوال میکنن راجع به اینکه چی دارید با خودتون وارد کشور کانادا میکنید. این دقیقاً برمیگرده به همون برگه‌ای که پر کرده بودید توی هواپیما و اطلاعاتی رو که توش نوشته بودید. از شما سوال میشه که چه چیزایی دارید با خودتون وارد کشور کانادا میکنید. پرسیده میشه که آیا هیچ گیاه یا حیوان زنده‌ای رو دارید به همراه خودتون وارد این کشور میکنید یا نه. ازتون سوال میشه که آیا سلاح گرم، گلوله یا مواد آتش‌بازی همراهتون هست که دارید با خودتون وارد کشور کانادا میکنید یا که خیر. سبزیجات جزو یکی از این سوالاته که آیا سبزیجات با خودتون دارید وارد کشور میکنید یا که خیر. هنگام پاسخ دادن به این سوالات باید کاملا دقت بکنید که چیزی رو از جا نندازید، چون وقتی این سوالا دارید پاسخ میدین افسر ایمیگریشن داره این پاسخ‌های شما رو با چیزایی که روی برگه نوشتید مقایسه میکنه. بعد سکشن ایمیگریشن
شما به سرویس کانادا خواهید رسید که در اونجا اطلاعات و بروشورها، مجله ها و هر اطلاعاتی که بتونه کمکتون کنه برای سطح دان شدن و یا گرفتن خونه، اجاره خونه، گرفتن ماشین و یا حتی کاریابی، همین مدارک رو در اختیارتون خواهند گذاشت که به قول معروف در اول کار با این اطلاعات آشنا بشین و زندگی راحت‌تری داشته باشین. شروع کنید در کانادا. خب دوستان، این اطلاعاتی بود که ما سعی کردیم برای در اختیار شما قرار بدیم. فقط مد نظرتون باشه که این اطلاعات خیلی جامع است. توی هر کیس مختلفی ممکنه شرایط متفاوت باشه. اینا فقط چیزاییه که خب اکثر اوقات به طور نرمال برای همین اتفاقات میفته و این سوالات ازشون پرسیده میشه. لطفاً پیج فیسبوک ما رو لایک بکنید. لینک فیسبوک پایین صفحه خواهد بود و هر سوالی که دارید ما خوشحال میشیم که بتونیم به اونا پاسخ بدیم. در کنار لینک فیسبوک پایین صفحه ایمیل آدرس ما هم هستش. خیلی ممنون، متشکریم. به اون ویدیو فراموش نکنید اگه ویدیوهای ما رو دوست دارین حتما لایک بکنید و با سابسکرایب کردنتون تو ویدیوهای ما رو ساپورت بکنید و کمک کنید تا بتونیم با هم زندگی بهتری رو توی کانادا تجربه کنیم. مرسی.